سلام. تو این آموزش قصد داریم شما رو با افزونه اسکیما پرو که یکی از افزونه‌های پرطرفدار برای وردپرس هست آشنا کنیم. احتمالاً براتون پیش اومده که وقتی یک عنوان رو توی گوگل سرچ میکنید یک سری اطلاعات اضافی در خصوص اون عنوان زیر توضیحات هر وبسایت نمایش داده بشه. به عنوان مثال توی این قسمت اندروید 12 وضع یا توی این وبسایت همونطور که میبینید امتیاز ستاره‌ای رو مشاهده میکنید. این یکی از قابلیت‌هاییه که واقعاً میتونه خیلی به افزایش نرخ کلیک هر وبسایتی کمک کنه. حالا اینکه چطور این قابلیت رو باید به فروشگاهتون اضافه کنید به شما پیشنهاد میکنم این آموزش همراه ما باشید. قطعاً یکی از ساده ترین روش ها برای اینکه بتونید قابلیت اسکیما رو به وبسایتتون اضافه کنید نصب افزونه اسکیما پرو هستش. برای اینکه بتونید از تمام قابلیت های افزونه بهره مند بشید حتما باید نسخه پریمیوم اون رو روی وبسایتتون نصب کنید. خب بعد از اینکه افزونه رو توی وبسایتتون فعال کردید یک گزینه جدید به اسم اسکیما پرو توی قسمت تنظیمات سایتتون اضافه میشه. خب توی این قسمت توی بخش اسکیما شما میتونید هر اسکیمایی که قبلا ایجاد کردید رو ببینید. الان همونطور که میبینید ما هیچ اسکیما ایجاد نکردیم و برای ما خالیه. خب واسه اینکه بتونیم یک اسکیما جدید ایجاد کنیم روی دکمه افزودن جدید کلیک میکنیم. خب حالا توی این قسمت یک سری به عبارتی انواع اسکیما رو مشاهده میکنید که میتونید به دلخواه خودتون یکی از اونها رو انتخاب کنید. به عنوان مثال ما قصد داریم زمانی که کاربر یک مقاله رو از وبسایت ما توی گوگل سرچ کرد زیر اون مقاله توی نتایج یک سری سوالات متداول همراه با پاسخ به کاربر نشون داده بشه. به خاطر همین ما گزینه سوالات متداول رو انتخاب میکنیم، روی بعد کلیک میکنیم. تو این قسمت شما باید مشخص کنید که اون سوالات متداول توی کدوم صفحات سایت باید فعال باشن. خب ما میخوایم به عنوان مثال ما میخوایم فقط توی نوشته ها برامون فعال باشه. روی همه نوشته ها کلیک میکنیم. خب الان اسکیمای ما ساخته شد. حالا وارد یک صفحه ویرایشگر اسکیما میشیم. خب زمانی که وارد صفحه ویرایشگر شدید کافیه روی بروز رسانی کلیک کنید. حالا ما برای نمونه میخوایم یک مقاله ایجاد کنیم. عنوان مقالمون رو میذاریم تست اسکیما. خب حالا صفحه رو شما باید بیایید تا انتها. اینجا یک گزینه هست به اسم اسکیما پرو سوالات متداول. کافیه روی گزینه به علاوه کلیک کنید. خب همونطور که میبینید دو تا فیلد، یکی به اسم سوال و پاسخ برای شما اضافه شده. توی قسمت سوال شما میتونید سوال مورد نظرتون در خصوص اون مقاله رو وارد کنید. توی پاسخ هم پاسخ رو وارد میکنید. شما میتونید هر تعداد سوال متداول که میخواید توی این بخش اضافه کنید. کافیه روی گزینه اد کلیک کنید. در نهایت که سوالات و پاسخهای خودتون رو وارد کردید کافیه اون نوشته رو منتشر کنید. بعد از اون زمانی که کاربر عنوان مقاله شما رو توی گوگل سرچ کنه توی نتایج اون سوالات متداول به همراه پاسخ به کاربر نشون داده میشه و خیلی میتونه روی افزایش نرخ کلیک وبسایت شما مؤثر باشه. البته این نکته هم بگم بهتون
که بعد از اینکه مقالتون رو منتشر کردید و اسکیماتون رو ایجاد کردید خیلی سریع نباید منتظر این اتفاق باشید. ممکنه چند وقتی طول بکشه که اون اسکیما به اون مقاله اضافه بشه و توی نتایج نشون داده بشه. خب حالا ما قصد داریم برای محصولات سایتمون هم یک اسکیما اضافه کنیم. روی افزودن جدید کلیک میکنیم. خب این بار گزینه محصول رو انتخاب میکنیم. خب این قسمت رو میذاریم روی گزینه همه محصولات، چون فقط میخوایم اسکیما برای محصولمون فعال باشه. خب توی ویرایشگر محصول با ویرایشگر سوالات متداول که قبلا بهتون گفتیم یک مقدار فرق میکنه و گزینه‌های بیشتر اینجا مشاهده میکنید. خب ببینید بخش نام محصول، برند محصول، تصویر و URL سعی کنید همون به حالت پیش‌ورد رها کنید و این گزینه رو تغییر ندید. منظور از نام محصول چیه؟ نام محصول وقتی که روی عنوان باشه خود افزونه به صورت اتومات عنوان اون محصول رو میگیره و به کاربر نشون میده. یعنی دیگه شما توی اسکیما نیازی نیست اسم هیچ محصولی رو وارد کنید. حالا توی مرحله بعد بهتون آموزش میدم که باید چیکار کنید. خب یک گزینه دیگه هم هست، ببینید فیلد سفارش جدید. به عنوان مثال برای صفحات محصول شما میخواید یک سری اسکیما اضافه کنید، مثلا قیمت یا مثلا امتیاز ستاره‌ای یا هر چیز دیگه‌ای. اگر میخواید خودتون به صورت دستی اون اطلاعات رو برای هر صفحه محصول به صورت جداگانه اضافه کنید باید حتما روی گزینه فیلد سفارشی جدید بذارید. مثلا قیمت، ما میخوایم قیمت وقتی که کاربر محصول ما رو سرچ کرد توی نتایج نشون داده شد قیمت اون محصول زیر عنوان نشون داده بشه. به خاطر همین میذاریمش روی فیلد سفارشی جدید. حالا بهتون گفتم که آموزششو میدم. خب روی بروز رسانی کلیک میکنیم. حالا برای مثال ما میخوایم یک محصول جدید اضافه کنیم. خب همینجوری که میبینید توی بخش اسکیما یک سری اطلاعات مختلفی رو شما مشاهده میکنید که میتونید برای اون محصول مورد نظرتون وارد کنید. الان اینجا رو ببینید نام محصول قابل ویرایش نیست. چرا قابل ویرایش نیست؟ چون ما گفتیم که اون گزینه‌اش رو گذاشتیم روی حالت عنوانی، یعنی خود افزونه اون عنوان محصول رو میگیره، یعنی نیازی نیست شما عنوانی رو وارد کنید. تصویرم به همین شکل. ولی یک سری اطلاعات که خالی هستند، یعنی میشه الان شما اینجا میتونید تایپ کنید. به عنوان مثال برند محصول ما میتونیم بذاریم آیفون، چون خودمون میتونیم به صورت دستی رو تایپ کنیم. اینجا برند محصول رو ببینید ما گذاشتیم روی فیلد سفارشی جدید، یعنی ما خودمون دوست داریم برای هر محصول یه برند دلخواهی رو وارد کنیم. اینجا من میخوام اینو بذارم آیفون. بقیه گزینه هم به همین شکل. مثلا ما میتونیم همینجا قیمت رو بذاریم، قیمت محصول، حتی میتونیم امتیازدهی بدیم به اون محصولمون و به همین شکل قابلیت ویرایش داره. خب بعد از اینکه اسکیمای محصولتون هم وارد کردید کافیه محصولتون رو منتشر کنید.
خیلی ساده است. کار کردن با این افزونه واقعا ساده است، چیز سختی نیست و اینکه شما میتونید انواع مختلف اسکیما رو وارد کنید. الان ما 2 نمونه اسکیما به شما آموزش دادیم، یکی برای محصول، یکی برای سوالات متداول، که این 2 مورد واقعا رایجه و خیلی میتونه به شما توی بهبود سئو سایت کمک کنه. خب همونطور که میبینید اسکیماهای دیگه هم هست که میتونید ازشون استفاده کنید. خب واسه اینکه بتونید این محصول رو توی سایتتون اضافه کنید، کافی افزونه اسکیما پرو رو خریداری کنید و روی سایتتون نصب کنید. هیچ نسخه رایگانی از این افزونه وجود نداره و شما باید نسخه پرو اون رو خریداری کنید. اگه قصد خرید این افزونه رو دارید، ما توی پلاگین فا به صورت کاملا فارسی، همونطوری که خودتون دارید میبینید، آماده کردیم. به همراه پشتیبانی میتونید خریداری کنید. بعد از خرید اگر مشکلی توی نصب یا تنظیمات وجود داشت، میتونید به صورت تیکت با ما در میون بذارید. همکاران ما خیلی سریع پاسخ لازم رو به شما ارائه میدن. امیدوارم که این آموزش برای شما مفید بوده باشه.